وزارت تندرستی تاجیکستان شام 23 ینور خبر داد که در یک شبانه روز آخر در کشور باز 26 حالت نو گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده است. این وزارت که از 20 نوامبر به این طرف یگان حالت نو کرونا ویروس را تصدیق نمیکرد، در 3 روز آخر الکی درباره 85 مورد نو سرایت کرونا ویروس خبر داد. اعتراف موج نو کرونا ویروس در تاجیکستان در حالی است که در این اواخر هزاران نفر از ساکنان تاجیکستان و اکثر با تمام اهل عائله‌هایشان گرفتار بیماری سرماخوردگی غیر عادی شدند. طبیبان این بیماری را زکام یا گریپ موسمی میگفتند، ولی نتیجه های تشخیص دهها نفری که به آزمایشگاه های خصوصی مراجعت کردند نشان داد که آنها گرفتار کرونا ویروس شدند. روز 20 ینور در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان پرزیدنت امامعلی رحمان نیز به تندی از وزارت تندرستی برای پنهان کردن معلومات واقعی درباره کرونا ویروس انتقاد کرد و از جمله خطاب به وزیر تندرستی جمال الدین عبداللهزاده گفت: ما کی را فریب داده ایستاده‌ایم؟ ما خودمان را فریب داده ایستاده‌ایم. گفته می شود که محض بعد این انتقاد پرزیدنت وزارت تندرستی مجبور شد که حالت‌های نو گرفتاری به کرونا ویروس را اعتراف و نشر کند. این وزارت از 13 سپتامبر سال 2021 سیاست گویا به نیستی رسیدن کرونا ویروس در تاجیکستان را پیش گرفته، در این بین همگی 5 مورد نو سرایت این بیماری را تصدیق کرد و تمام. بار آخر این وزارت از آشکار شدن حالت‌های نو کرونا ویروس در کشور 20 نوامبر خبر داده بود. با این حال با تصدیق 59 حالت نو گرفتارشوی شهروندان به کرونا ویروس در روزهای آخر شماره رسمی گرفتار شدگان به این ویروس از آغاز پاندمی تا شام 23 ینور در تاجیکستان بر اساس آمار رسمی وزارت تندرستی به 17180 نفر رسید. وزارت تا امروز مرگ 124 نفر را به علت کرونا ویروس رسما تصدیق کرده است، ولی بسیاری ها بر اینند که شماره واقعی گرفتار شدگان و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان خیلی بیشتر از آمار رسمی است که وزارت تندرستی اعتراف میکند.